همه اون دلم میخواست با شرف زندگی کنم، اما الان میبینم که بی شرفم. بله مرد نیست دوست عزیزمون که اینجا نشسته خوابیده الان. آره خوب بعضی ها تو چه موقعیت های خودشونو قرار میدن. من بابایتی من واقعا امروز خسته شدم و خوابم میاد، اصلا حوصله ندارم. خواهش میکنم. آره تو بخواب، من کاری ندارم. آره منم 3 ساعت با یه خانومی صحبت کرده بودم، جون نظمیه خسته بودم. آره تو خسته نباشی کی خسته باشه؟ تو خسته باشی کی خسته نباشه؟ تو خوابت نیاد کی خوابش بیاد؟ کی خوابش بیاد کی خوابش نیاد؟ واسه میدم شما اینو از کجا میدونی؟ من از کجا میدونم؟ من ندونم کی بدونه؟ من نگم کی بگه؟ تو صحبت نکنی کی صحبت؟ من لام تا کام یه گوشه نشستم صدام در نمیاد. شما لام تا کام صدا در نمیاد؟ آره خب من صدام در نمیاد. من اگه به نوه نازنینم برم بگم که کلت رو کنه، نوه نازنینم کلت رو نکنه کی کلت رو بکنه؟ من به نوه نازنینم نگم کی بگه؟ نوه نازنینم نگم کلت رو بکنه کی بگه؟ نوه نازنینم نگه. اجازه بدین من الان بهتون میگم. ببینید من با این خانم راجع به تاریخ داشتم صحبت می‌کردم، یه سری اطلاعات تاریخی میدادم که تو چه زمانی هستن چی کار باید بکنن و اینا. آره بخواب، پس بگی بخواب، پس بگی بخواب. من اینا رو نگم کی بگه؟ تو اینا رو جواب نداشته باشی کی جواب نداشته باشه؟ من اگر خسته باشم تو اگر خسته نباشی، تو اگر خسته نباشی کی خسته باشه؟ من اینا رو باید مشخص کنم، همه رو بدونم که تو اگر این جوابو نداشته باشی چی داری باشه. آقا اجازه بده بابایتی، جون قیصر جون فرمون بذار بخوابم. اصلا به هر کی میخوای برو بگو. برم بگم؟ اینقدر دوست داشتم من برم بگم، همه رو رفت برزو گفت. برزو چی گفت؟ رفت من در جریان نیستم. کیه؟ این برزو گفت کیه؟ نه که دارم رعایت طور میکنم، اگه میخوای که طبیعی باشم. کیه؟ من همه خوابم. کیه؟ الان رعایت کردم. الان خوبی؟ امنه؟ چی امنه؟ نه امنه. آره امنه. مطمئنی امنه؟ نه اصلا مطمئن نیستم. نه باید مطمئن باشی. مطمئنی هم نیست؟ مطمئنم. خب مطمئن نیستش بزنش. چی؟ بزن هیچی عزیزم، راحت باش.